بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام و همچنین ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. الله رو سپاس از اینکه یک بار دیگر این فرصت و این توفیق نصیب راه ما شد تا خدمتگزار شما خوبان و عزیزان باشیم، همراه شما باشیم در سفره دیگر از سفره های دل. اولین برنامه ما بعد از ماه مبارک رمضان است، اون سفره رحمت الهی که پهن بود و امیدواریم که همه عزیزان در فرصت رمضان بهره کافی و وافی رو برده باشند و همچنان بعد از این ماه عظیم با سفره دل همراه شما عزیزان هستیم و خوشحالیم از اینکه جناب دکتر هم همراه ما هستند در برنامه امروز. من پیشاپیش و در ابتدای برنامه عرض سلام دارم و ادب و احترام به نمایندگی از شما عزیزان. خدمت جناب دکتر، ما که قبلا اینجا نیم ساعتی هست نشستیم و سلام علیک کردیم دیگه، حالا بگم از طرف خودم شاید معنایی نداشته باشه، از طرف شما بینندگان عزیز و به نمایندگی از شما خدمت جناب دکتر عرض سلام دارم و ادب و احترام و خوش آمد میگم حضورشون رو در استودیو. خوش آمدید جناب دکتر. خیلی خیلی ممنون، لطف دارید استاد سلیمانی عزیز. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خوبان بینندگان شبکه جهانی وصال حق و شنوندگان رادیو جهانی پیام اسلام و از این که بار دیگر خداوند فرصتی داد تا در خدمت شما عزیزان باشیم. کمال سپاس و کمال شکر رو دارم از خداوند منان و امید است که انشاءالله امروز هم بتونیم با هم و دست در دست هم حرکتی داشته باشیم، جهشی داشته باشیم در راستای تغییر و تحولاتی در برخی از بینش‌ها و باورهایی که خیلی وقتا غبار میاد روش، خاکستر میاد روش و ما یادمون میره که واقعا کیستیم و چه باید بکنیم. در خدمت شما هستم. خواهش میکنم خدمت از ماست. اگر از شما بپرسم که بعد از ایمان به الله متعال و نعمت دین و ایمان و قرآن چه نعمت دیگری در زندگی شما عزیزتر و بهتر از نعمت‌های دیگه است، چی خواهید گفت؟ یک سوال اجازه بدید که با این سوال برنامه امروزمون رو آغاز بکنیم که خیلی مرتبط است این سوال به موضوع برنامه ما. بزرگترین نعمت بعد از اسلام و ایمان برای یک انسان چی میتونه باشه؟ چی جواب میدید؟ سلامتی، تندرستی، کار، علم و دانش و مدرک، ثروت، پست و مقام، کدوم یکی از اینا میتونه باشه؟ سوال شاید در کسی جوابی داشته باشه، اما در جواب شاید کمی اختلاف داشته باشیم. ما هر کسی از یک زاویه به این موضوع نگاه بکنه، اما فکر نمی کنم در جوابی که من الان مطرح میکنم هیچ کسی با من اختلاف داشته باشه. یعنی حداقل هر انسانی که هنوز مقداری در دلش، در قلبش احساس و عاطفه و وجدان باقی است، فکر نمی کنم با این موضوع با من مخالفت داشته باشه که بزرگترین نعمت برای یک انسان مسلمان بعد از ایمان، برای هر انسانی بعد از ایمان، نعمتی است به عظمت مادر. امروز میخوایم با شما عزیزان درباره مادر صحبت کنیم و موضوع این برنامه رو و این قسمت از برنامه سفره دل رو تقدیم میکنیم پیش به همه مادران عزیز. همه من تقدیم مادر عزیزم و همچنین جناب دکترم حتما به مادر گرامیمون تقدیم خواهند کرد این برنامه رو و همچنین تقدیم میکنیم به همه مادرانی که مادرن و به هر حال اون افتخار مادری نصیبشون شده و این ارزش و مقام و این عظمت رو الله متعال به اونها هدیه داده و شاید عزیزانی هم هستن که مادرشون از دنیا رحلت کردن و برای همه اون عزیزان هم پیشاپیش از الله متعال بخشش، مغفرت و رحمت رو خواهانیم. امروز میخوایم با شما درباره این موضوع صحبت کنیم که مادر است. موضوع برنامه ما امروز مادر است، چون که مادر است، چون فقط مادره که مادر است. امروز میخوایم البته
انتخاب موضوع مال جناب دکتره و پیشنهاد دادن وقتی که موضوع مادر پیشنهاد میشه هیچ فرزندی هم نمیتونه مخالفت بکنه با این موضوع و چه موضوعی بهتر از صحبت کردن درباره مادر. پیش بوسه میزنیم بر دستان همه مادران زحمتکش و همه مادران بزرگواری که دلشون برای فرزندانشون میتپه. هر فرزندی باید این کارو بکنه و بوسه بزنه بر دست مادرش و پیشانی مادرش و تشکر بکنه از مادر خودش. من بیشتر صحبت نکنم، اجازه بدید تا درباره این موضوع صحبتمون رو آغاز بکنیم با فرزندی که این موضوع رو برای مادرش انتخاب کرده، جناب دکتر نور محمد عماری عزیز. جناب دکتر آغاز سخن با شما. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. شاید استاد سلیمانی شما باورتون نشه که من احیانا فکر میکنم که خب خداوند یک تقدیری گذاشت و ما مسیر هجرت رو انتخاب کردیم، ظلم شد حالا به ما و نمیدونم حمله شد و فلان شد و همه این حکایت ها، از خیلی چیزا محروم شدیم، خیلی سختی ها رو در زندگی کشیدیم. بعضی وقتا که خیلی خیلی دل آدم نرم میشه، میاد میگه که آقا از این ولایت فقیه و این مجرمان و این دیکتاتورها و این آدم کشا، از همه این آدم بگذره چی میشه؟ میگه آقا بخشیده میتون. خب بعد یهو آدم یادش میفته نه، اینا باعث شدن که ما از مادرامون دور شیم، از پدرامون دور شیم. اونجاست که این نقطه میاد میگه که نه، حداقلش این نقطه رو نخواهیم گذشت، این حقمون روز قیامت از این مجرمان خواهیم گرفت. چون که وقتی آدم فکر میکنه در مورد مادر و پدر و مادر به اصطلاح، آدم میمونه آیا اینا از جنس بشرن؟ چون که تعاملی که خداوند متعال با والدین داشته، تعامل یک بشر با به اصطلاح خاصه ای نیست که ما با بشر دیگه داشته باشیم. ببینید ما در مسیر زندگیمون یک نوع ارزش ها داریم. یه وقتی بود که ما به ارزش ها خیلی بها میدادیم. اصل دین ما دین ارزش هاست. طرف اومد جبلت ابن ایهم اومد مسلمون شد، تو خب پادشاهی بود، اومد نمیدونم طواف کعبه میکرد، یک بنده خدا روستایی اومده بود، چطور شد که پاش افتاد به اصطلاح روی این جبه پادشاهانه این آقا، اینم عصبانی شد، زد سیلی به صورت این دماغش خون کرد. اونم اومد پیش امیر المؤمنین عمر بن الخطاب اعتراض که چی شد؟ منو زد، به چه حقی منو زد؟ امیر المؤمنین هم خواستش، گفت یا راضیش میکنی یا اینی که میزنیمت همونطوری که زدیش، هنوز خونش رو ناخونته. گفت امیر چه داری میگی؟ من صاحب عرش و پادشاهی و این آقای خاکی چوپون روستایی. گفت نه، اینجا دیگه شخصیت نیست، اینجا ارزش هاست. بعد اومدیم دوچار یک نوع ضعف و تحولاتی شدیم. چی شد؟ شخصیت ها مطرح شدن. صلاح الدین ایوبی جلوی 27 کشور نمیدونم صلیبی اون زمان قد علم کرد، همه رو زد. حالا ما میگیم صلاح الدین کجاست، صلاح الدین کجاست. بعد از یه مدتی اومدیم اینقدر افت کردیم که قیمت ما چی شد؟ قیمت چیزهای اطرافمون شد. قیمت یک فرد به لباسشه، به ماشینی که میپوشه، به خونش در کدوم محله است، اینا ارزش شد برای ما. متاسفانه اینه که ما در این فضا میخواییم که یک تغییر و تحولاتی بیاریم، برگردیم به ارزش ها. اینه قیمت ما. در اون فضای ارزش ها میبینیم که خداوند متعال انسان رو، ارزش ها رو، روابط ما رو، همه اینا رو برنامه ریزی کرده در یک محیطی. از بزرگترین ارزش ها چی هست؟ آقا دفاع از دین و آیین و ارزش های دینی. خب من نوجوان بلند شدم از یمن اومدم، یا رسول الله میرم کجا؟ جهاد، دفاع از دین. اون ور چه صدا میاد؟ مادرت زنده است؟ بله یا رسول الله. الزم قدمها
فثم الجنه، زیر پای مادرت بهشته. این ارزش ها، این تعالیم، این مادرت. یعنی انسان وا میمونه اینجا که واقعا پدر و مادر از جنس بشرن یا نزد خداوند متعال اینا یک جنس دیگه هن. ببینید در تعالیم دینی ما میبینیم خدا، بعدش رسول، بعدش پدر و مادر. هیچ انسانی دیگه اونجا مطرح نیست اصلا. جایی که پدر و مادر هست ارزش ها میفته زیر پای پدر و مادر. که عزیزی تعریف میکرد، میگه که به دانش آموزا میگفتم از بهشت و زمین بهشت و نمیدونم حتی زمینش لؤلؤ و مرجان هست و فلان هست و بوی عطر میده و فلان. دانش آموز دستش بلند کرد گفت آقا اجازه، ما خاک بهشت تو خونمون داریم. پسر چی داری میگی؟ میگه به خدا خاک بهشت تو خونه ماست. گفتم پسره یه چیزی شده. گفتم خب فردا یکم از این خاک بهشت بیار. میگه روز بعد یه مقدار خاک گذاشته بود تو یک مشمعی آورد. گفتم بابا این که خاک عادی است. میگه این خاکیه که مادرم روش قدم گذاشته. این فهم ما باید باشه. زیر پای مادر بهشت هست، پس من بوسه میزنم بر پای مادران و زیر پای مادران. جناب دکتر به موضوع مهم اشاره فرمودید که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما وقتی که مطرح میکنه جایگاه مادر رو و قبل از ایشون الله متعال وقتی که صحبت میکنه بفرمودید شما بین خودش و بندگان وقتی که ترتیب میاره اول خودش رو ذکر میکنه، بعد رسول صلی الله علیه و سلم رو و بعد پدر و مادر رو. و جالبه که حتی وقتی که جایگاه همسران رسول صلی الله علیه و سلم رو هم الله متعال برای ما مطرح میکنه، اونها رو مادر خطاب میکنه و ازواجه امهاتهم، که رسول صلی الله علیه و سلم مادر از جان و مال مؤمنین باید براشون عزیزتر باشه و همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم مادران مؤمنینن. گویی که تعبیری زیباتر از این نبود که مادران مؤمنین یا همسران رسول صلی الله علیه و سلم اینطوری توصیف میشن که اینا مادرن برای کل امت. درباره جایگاه من میخوام همینجا وایسیم. چرا مادر؟ همین رو میخواستم بپرسم از شما. یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از یک مرتبه والایی برخوردارند که به اصطلاح نعمت هدایت ما خداوند متعال به ما 3 نعمت داده. یکیش نعمت ایجاد هست که ما رو به وجود آورد. یکیش نعمت رعایت هست، حمایت و رعایت. بعدش نعمت هدایت. در نعمت ایجاد خداست فقط و وسیله پدر و مادر. در نعمت حمایت پدر و مادر هستن. وقتی که به دنیا اومدیم چی بودیم؟ اما اینجا کی بود؟ پدر و مادر در کنار ما بودن. حالا ببینین در نعمتی که خداوند میذاره، ببینین خداوند متعال رو مادر کی میتونه باشه؟ مادر میتونه ملکه باشه. یه مادری از ملکه است، زن پادشاه است. یه مادری از خود ملکه است، به اصطلاح پادشاه است. یه مادری هست که نمیدونم استاد دانشگاه هست. یه مادری از رئیس جمهوره. یه مادری هست نمیدونم زن خانه‌دار هست. یه مادری هست چوپونه. یه مادری هست فقیره. یه مادری هست مریضه. همه این مادرها در یک صفت مشترکن و اون مادر بودنه. یعنی چی؟ یعنی اینی که بچهشون گریه کرد اینا دلشون میتپه، گریه میکنن. یعنی ملکه دلش هست که بچه‌م چی شد؟ همون احساسی که ملکه داره اون احساس رو کی داره؟ چوپونم داره. این خانومی که چوپونه هم داره. همشون در این. حالا خداوند متعال در نعمت حمایت پدر مادر رو گذاشت. در نعمت هدایت رسول خدا رو گذاشت. ببینید در نعمت ایجاد خدا بود، پدر مادر وسیله. در نعمت هدایت رسول خداست و پدر مادر باز وسیله.
باز رسیده، چون در ابتدای کار اونان که جهت دهی میکنن. کل مولود یولد علی الفطره، هر مولودی بر دین مبین اسلام خلقت میشه، بعد از اون پدر و مادرش هستن که جهت دهیش میکنن. خب این پدر و مادرن. حالا مثلا خب میشد که به اصطلاح آیه از قرآن بیاد بگه که به اصطلاح پیامبر خداست و همسران پیامبر خدا هم به هر حال خاله های شما، عمه های شما، همسران پیامبر خدا از اهل بیت پیامبر خدا، بهترین شما، بهترین های شما. خب بیشک هم بهترین هستند، بدون شک. خب بدون شک هم خیلی برای ما عزیز هستند، از اهل بیت پیامبر که شما هستند. گفتین هستن. بله. کل آیات قرآن کریم وقتی که از آل حرف میزنه، از آل هر پیامبری حکایت به صراحت همسران پیامبر هستند. بله. اینجا نگفت که آل پیامبر، گفت امهاتون. یعنی یک رتبه ای که این رتبه دیگه نگاه کردن. ما وقتی که مثلا بچه وقتی میبریم پیش دکتر، مادرش میبردش پیش دکتر، بعد دکتر ازش میپرسه که دخترم چیته؟ دردت کجات؟ مشکلت چیه؟ چیکار میکنه؟ میگه که دلم درد میکنه، شکمم درد میکنه. نه، فوراً چیکار میکنه؟ به مادرش نگاه میکنه. اون صحبت کنه. چرا؟ چون این بچه فطرتاً میدونه اون چیزی که من دارم اون احساسش به مادرمه. خب یعنی ما همچنین رابطه ای باید با مادران با امهات المؤمنین داشته باشیم. انسان احتمال داره که مثلا همسر باباشو دوست نداشته باشه، مثلا مخصوصا که ناتنی هم باشه، اما محاله که مادرشو دوست نداشته باشه، باید دوست داشته باشه. یه چیز دیگه هم هست، ببینید خداوند متعال در خواستن از ما، وقتی که از ما میخواد، از ما نمیخواد که به پدر مادرمون عشق بورزیم، حتی از ما نمیخواد که پدر مادرمون رو دوست داشته باشیم. از ما چی میخواد؟ بر الوالدین میخواد. فرق بین بر و دوستی و محبت چیه؟ یه وقتی هست که پدر و مادر رو نمیشه دوستشون داشت. یه پدر و مادری هستن از اول به بچهشون هیچ احتمام ندادن، اصلا مسلمون نیستن، اخلاق ندارن، انحراف دارن. این رو نمیشه بچه رو مجبور کرد که اینا رو دوست داشته باشی، اما باید برشون رو ادا کنی. کافر از مشرک از فوش میده، بد و بیرا میده فلان، من تو ابراهیمی یا ابدی. بابا جان، پدر ابراهیم بت نمیفروخت، بت تراش بود. یعنی یه مرتبه‌ای که از اون دیگه هیچی، یعنی هم مردم رو به بت دعوت میکرد، هم بت رو درست میکرد، هم میفروخت، در صدر مبارزه بود. این فرمانده دشمنه انگار. از اینو دشمن بدتر برای ابراهیم کیه؟ ابراهیمی که بت چکنه میاد میگه یا ابدی. بابا جان، آخرش هم میگه که من برای چی استغفارم میکنم، میخوام که خداوند از این در بگذره. این رتبه محبت نیست، این محبت وجود نمیاد، اما بر هست اینجا. اینجا وظیفه است. ببینید رابطه والدین با فرزندان یه رابطه فطری هست، یه رابطه است که خداوند این رو تو قلبک انداخته، خود به خود جریان داره. اما رابطه فرزندان با پدر مادر این تکلیف هست، وظیفه است. خب وظیفه همیشه هم شاق هست. اونم چه وظیفه ای؟ خداوند متعال میفرمایند و قضى ربک الا تعبدوا الا ایاه. حکم الهی است، دستور قاطع هست، برو برگرد هم نداره. حکم الهی است که قضا حکم کرده از خداوند که نبرستید غیر از خدا هیچ کس رو. حالا هیچ کس یعنی چی؟ یعنی کل چیزی که به آقا ما حق نداریم پیامبران رو بفرستیم، حق نداریم نمیدونم اولیا و انبیا و صالحین و نمیدونم هم هیچ کسی رو ازش چیزی بخوایم یا اون رو بپرستیم یا بریم از اون توسلی کنیم، هیچی، خدا و خدا. خب بعد از این حکم و قضى ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا، یعنی و قضى ربک ان تحسنوا الى الوالدین. دستور روش برو برگرد نداره. نگفتن که و قضى ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین المؤمنین احسانا. استثناء قائل نشدن، هیچ استثنایی نداره.
آقا من این پدر و مادرم رو نمیدونم چی کار کردن فلان کردن. چی کار کردن فلان کردن، این مشکلات شماست. ووصینا الانسان بوالديه. جالبه. وصینا الانسان بوالديه. احسان. بعد از اون بعد در ادامه میفهمند که و این جهادک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. مگر اونجایی که تو رو امر کنن به شرک من، اینجا چرا اطاعتشون نکن. چرا که اینجا قبل از این یه حکم دیگه هست. و قضى ربک الا تعبدوا الا ایاه. این اول حسابش پاک شد و از من دیگه قرار گرفت که ما غیر از خدا کسی رو عبادت نمی کنیم. روی این هیچ بحثی نیست. نه اطاعت از پدر مادر میکنیم، نه اطاعت از هیچ مخلوق دیگه. هیچ دیکتاتوری هم هر کاری بگه، هر حرفی بزنه، اون حق الله است، در اون ما دیگه هیچ استثنایی نداره. بعد از اون و بالوالدین احسانا. و جالب اینجاست که نفرمودند و الی الوالدین احسانا. فرق این دو تا تعبیر چیه؟ و فرقش بالوالدین و الی اینه که الوالدین. من یه وقت احسان میکنم و اما من مشغولم، من مشغولیت های زیاد دارم، وسایل زیاد دارم. مادرم چی میخوای مادر؟ میخوام مثلا منو ببری بیمارستان، میخوام فلان چیز. خب آقای راننده این وسایلی که مامان میخواد بهش برسون. نه، این الی الوالدین احسان است. و بالوالدین به در زبان عربی التصاق میاره، یعنی بچسبیدن میاره. یعنی این محبتی که میخوای انجام بدی، این احسانی که میخوای انجام بدی، خودت انجام بده. یعنی با همراهی و مشارکت خودت در کنار والدین باید باشه. نه اینکه به خانمت بگی اینو انجام بده. یعنی به اصلش بچت باید بگی. خودت اول شروع کنی، مگر اینکه حالا جاهایی هست که هیچ کاری نمیتونی. این وظیفه خودته که این رو انجام بدید. ابن مسعود اومدن مامانش گفت آب میخوام، رفت آب آورد، دید مامان خوابیده، خوابش برده پیرزن. گفت که اگر بیدارش کنم شاید اذیت بشه، اگه برگردم خب یهو چشمش باز شد دید که من نیومدم، نافرمانیش کردم. تا صبح وایساد اونجا تا مادرش بیدار شد آبش داد. این به بالوالدین احسان است. خب و بالوالدین احسانا فاما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما. اینجا هم خیلی زیباست. خداوند متعال میفرماید فاما یبلغن عندك. یه وقتی میاد که پدر مادر پیر میشن، پیری پدر و مادر نزد شماست. یعنی اصل بر این است که وقتی پدر و مادر پیر شدن باید نزد تو باشن، پیش فرزند باشن. بالا من به پدر مادرم میگم که بیان خونه ما، خب اما نمیان. اولا همین تعبیر کلش نشانگر این هست که اینجا یه خلل عقلی هست. به پدر و مادرم میگم بیان خونه ما، یعنی یه مایی وجود داریم یه اونایی. این اصلا اشتباه است. خب نمیان، خب نمیان، این حقه، واقعیت هم داره. هیچ پدر مادری نمیخوان که بچهشون اذیت بشه. وقتی میگن نه من اینجا راحت ترم، اون نمیگه که من راحت ترم، اون در واقع میگه تو راحت تری. من نمیگم. پدر مادر اصلا اسم فداکاری است. اگه برای فداکاری یک معنا باشه این پدر مادر خب نمیان. و جالب اینجاست که خداوند میگه که عندک، نمیگه که مثلا در خانه شما. اصلا اساسا یه قاعده فقهی داریم که انت و مالک لابیک، دار و ندار تو مال پدره، مال پدر مادر. تو اصلا مال پدر مادری. خب حالا چیزی دیگه داری اونم مال پدر مادره، چون که خودت مال اونایی. درست. خب یعنی اینی که پس وقتی ما میگیم پدر مادر پیر شدن، اصل اساس این هست که نزد فرزند باشن. اما تعبیری نیست، تعبیر اینه که تو پیش اونایی. یکی از اساتید میفرمودن که من در جلسه بودم، آقای اومد مشکلی داشت تو خونه‌اش بین همسرش و خانمش. اومد از استاد میپرسید که بین همسرش و مادرش. بعد اومد از استاد میپرسه که مادرم در خونه ماست و گفت
چی گفتی؟ گفتی چی؟ مادرم پیش ماست. خب گفت سوال تو دوباره. گفت دارم بذار من سوالم. نه گفت از اولش داری اشتباه میری. گفت چی از مشکلت چیه؟ میگه استاد مادرم پیش ماست. گفت نه اصلا تعبیرت از اولش اشتباه. آب از سرچشمه ناپاک هست. بگو که ما پیش مادرمونیم. گفت خلاص اگر ما پیش مادرمونیم پس مشکل حل شد. مسئله دیگه جواب. مسئله ای ندارم من. اگر ما پیش مادرمونیم یعنی اینی که من و همسرم باید با مادر طوری رفتار کنیم که ما مهمونیم پیش میزبان. خونه مال اونه دیگه، اختیار داره هر کاری میخواد بکنه. اینه که وقتی ما میگیم که به اصطلاح مشکل پیش مادر با همسرم، اصلا یک حرف اشتباهه. کلا مطرح کردنش اشتباهه. چرا؟ شما میایید به من میگید که مثلا خب شما خانومتو بیشتر دوست دارید یا دخترت ساجده رو؟ اصلا این سوال نیست. چرا؟ چون همسر یه جایی داره، فرزند یه جایی، دختر یه جایی داره. من اینا با هم در رقابت نیستن. خب من 4 تا همسر دارم، شما میخواید بگید که آقا این همسر رو اولی رو بیشتر دوست داری، دومی رو، سومی، چهارمی. خب یه چیزی شد. اینجا سوال وجیه. خب همه همسرن. خب حالا مثلا میپرسی دختر و همسر، خب اصلا وجیه نیست. این محبت با هم مناسب نیست، چون اون یک جنس، اون چیز دیگه است، این چیز دیگه است. دقیقاً رابطه من اینجا با اینجا فرق میکنه. با محبت من، علاقه من با دخترم غیر از علاقه و محبتم با همسرم هست. انگار که انسان بیاد دو تا میوه مختلف رو بگن طعم این بهتره این، اصلا مقایسه این دو تا با همون یک طعم داره، این یک طعم، اون یه چیز دیگه است، این یک چیز دیگه است. اصلا هم برای به اصطلاح همسر و مادر از یک جنس دیگه است، یه چیز دیگه است. همسر یه چیز دیگه است. تضاد نیست، تکامل هست. من با مادرم یه رابطه دیگه دارم، یه رابطه عاطفی دیگه، یه رابطه‌ای که اسمش رو خداوند میذاره بر. و با همسرم یه رابطه دیگه دارم که اینجا یه رابطه محبت هست، یه رابطه عاطفی عشق هست. در رابطه من با مادرم یک رابطه ناگسیختنی است، هیچ وقت جدا نمیشه. وجودش آورد این رابطه رو، گرهش رو بست خداوند. من بخوام جدا بشم یا این گره رو باز کنم امکان نداره. حتی وقتی بچه به دنیا میاد اون نافش هم به زور قیچی هم که میبارن بازم جداشه میشن ازم. ظاهرش جداست اما هیچ وقت فرزند همیشه در دنیا و آخرت فرزند و مادرم در دنیا و آخرت مادر. رابطه هم با همسرم چی؟ رابطه هم با همسرم با دو کلمه شد. دو کلمه شد. قبول کردم و این رابطه رو بخوام که از بین ببرم با یک کلمه تموم میشه. تا گفتی طلاقی تموم شد. اصلا مقایسه این دو نابجاست. اما چطور این فضا رو بسازیم که همچنین سوالی مطرح میشه، این هنر است. یعنی اینکه چطور ما بین در فضایی که هستیم بین مادر و همسر حق هر دو رو ادا بکنیم و در کنار هم بتونیم که این فضای صمیمی از یک طرف بر و محبت نسبت به مادر رو داشته باشیم، از یک طرف اون صمیمیت و عشق نسبت به همسر رو. اصلا چطور رفتار کردن با پدر و مادر، این خودش فن و فوتی داره، این خودش هنر است. این هنر رو خداوند به کی میده؟ به اون کسی که میخوادش. اجازه بدید جناب دکتر پس این فن و فوتو که اشاره فرمودید میان برنامه ببینیم، برگردیم، چون مباحث مهمی هست که حالا در فضای خانه احیانا تو خانواده‌های کارا شاید اونقدر خونه تازه یک خانه نوپاست یا فرزندان تازه گلستانی هست که تازه افتتاح شده و چند سالی ازش گذشته، انقدر مشهود نباشه که نسبتاً به خانواده‌هایی که فرزندان حالا به سن ازدواج رسیدن و یا ازدواج کردن، علاوه خصوص دامادی اومده، عروسی اضافه شده به این خانواده و یا به هر حال مصیبت وفات پدر سبب شده که مادر تنها بمونه در داخل خونه، حالا تنها تر از قبل در فراق پدر. اینها مشهودتره اینجا نقش مادر در خانواده. اجازه بدید به همراه شما و بینندگان عزیز میان برنامه میبینیم، برمیگردیم ان شاءالله همراه شما عزیزان ادامه موضوع رو بررسی خواهیم کرد. میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو هم در خلال برنامه با ما در جریان بگذارید، از طریق صفحه فیسبوک سفره دل و یا از طریق تلگرام و واتساپ بر راه‌های مختلفی که حتما عزیزان آگاه هستند و اگر فرصتی شد تماس تلفنی شما و عزیزان رو هم در پایان برنامه
خواهیم داشت و مشارکت شما رو در موضوع برنامه ما که مادر هست و نحوه تعامل مادر. همچنان با موضوع مادر است همراه شما خواهیم بود بعد از میان برنامه. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي و به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم. مادرش در حالی که دچار ضعف روزافزون میشد به او باردار گشت و تا 2 سال هم به او شیر میدهد. آری، به او سفارش کردیم که سپاسگزار من و پدر و مادرت باش و بدان که بازگشت به سوی من است. و اگر آن دو مشرک باشند و تو را بران داشتند که چیزی را شریک من قرار دهی که کمترین آگاهی از آن نداری، از آنان اطاعت مکن و در دنیا با آنان به خوبی رفتار کن و از راه کسی پیروی کن که به سوی من رو کرده است. سپس بازگشتتان به سوی من است. آنگاه شما را از آنچه می کردید آگاه خواهم ساخت. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. یقیناً مؤمنان برادر یکدیگرند، پس میان برادرانتان صلح و آشتی برقرار کنید و از الله بترسید، باشد که مشمول رحمت شوید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران، همچنان با شما هستیم با ادامه موضوع مادر است. قبل از میان برنامه جناب دکتر اشاره کردن که تعامل با والدین نیاز به یک فن و فوتی داره، یک هنره برای کسی که بخواد. حالا جناب دکتر من نوعی فرزند میخوام که با والدینم یک تعامل
نیکو و یک تعامل خوبی داشته باشم. چیکار باید کرد؟ از این فن و فوتا به ما یاد بدید. فن و فوتی که به اصطلاح در رابطه با شیوه تعامل با والدین هست، خداوند متعال اینا رو به ما نشون میده. در آیات قرآن کریم والدین مطرحن. بعد از والدین در همین آیات میبینیم که یه نوع ویژگی خاصی مادر داره. یعنی از بین خود پدر و مادرم باز مادر پررنگ‌تر نقشش. وصینا الانسان بوالدیه. بله. خداوند متعال خب انسان رو توصیه و سفارش میکنه که مواظب پدر و مادرت باش. بعد از اون آیه چی میگه؟ حملته امه. یعنی اصلا شروع میشه مواظب پدر و مادرت باش. ها ببین مادرت بود که ها این همه زحمت رو کشید کی؟ مادر. یعنی چی؟ یعنی اولویت و اهتمام به هر دو تاست و در این اولویت و اهتمام درجه مادر بالاتره. طرف اومد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن من احق الناس به حسن صحابتی. من بیشتر با کی محبت کنم، دوستی کنم؟ صحابتی هست. اینجا دیگه ببینید بعضی وقتا ما حتی نمیفهمیم که مثلا خوبی به پدر مادر یعنی چی. فکر میکنیم که آقا همینی که رفتیم برای پدر مادرمون یک هدیه خوب خریدیم خوبی کردیم. من رفتم روزی عید گل دادم به مادرم، گل بخوره تو سرت. خب مگه بده؟ مادر چیز دیگه میخواد، پدر چیز دیگه میخواد. برای مادرم نمیدونم ماشین خریدم. از این ماشینی که شما خریدید مادر حسن صحابت میخواد. حسن صحابت یعنی چی؟ یعنی دوست بودن، یعنی رفیق بودن، یعنی ببینید ما با هم دوستیم یعنی چی؟ دوستیم دیگه. یعنی معنیش معلومه دیگه. یعنی اینه که من 2 سال بعد شما رو یک چت میفرستم سلام علیکم آقای سلیمانی قلبم توپ 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 بفرستم برات. دوستی از معاشرت هست. یعنی با هم حرف میزنیم، با هم میبینیم، با هم با دوستم نشن. کجا بودی بچه؟ تو ساعت 10 شب با دوستم بودم. بابا شما روزانه با همین. این همه حرف از کجا میارید؟ اما هیچ وقت فکر نکردیم ما با دوستامون میشینیم 5 ساعت حرف میزنیم، هیچ هم فکر نکردیم اینو تکراری است. اصلا رابطه دوستی تقاضاش همینه. یعنی انسان با دوستش دیگه اصلا کلا فدا میشن برای همه چیزشون. هیچ تقسیم بندی نمیشه برای هم، ثروتشون، فرصتاشون، کارشون، تفریحاتشون. و به تعبیر بزرگی میگفت دوست برادریه که انسان به انتخاب و اختیار خودش انتخابش میکنه. حالا تو این دوست عزیزترین دوست کیه؟ من احق الناس به حسن صحابتی. کیه که بیشترین حق رو داره که تا من با اون خیلی خیلی صمیمی باشم، هر چیزم با اون دیگه با هم هیچ به اصطلاح تعارفاتی نداشتیم. مادرت همه چی رو فدا کنم براش. جواب میاد از طرف کی؟ از طرف وحی دوم. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یعنی وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه یعنی این حکم خداست. میگه مادرت. خب چشم مادرم. یعنی عزیزترین فرد زندگی. سوال اینه که عزیزترین فرد زندگیم دیگه خلاصش کی باشه؟ میفرمایند که مادره. تنها عزیزی نیست، صحبت است. فراتر از عزیزیه. من کسی رو خیلی دوست دارم. من به پیامبر خدا رو خیلی دوست دارم. صحابه رو خیلی دوست دارم. امهات المؤمنین رو خیلی دوست دارم. اما نمیتونم باشون حرف بزنم. اصلا. اما با مادرت حسن صحابت است، صحبت کردنه. خب باشه چشم مادر. خب بعدش یا رسول الله بازم مادرت. همین الان گفتی. خب پس خیلی مهمه. یعنی اگر 10 دقیقه میخواستم باش حرف بزنم نه. یعنی الان وقتی رو میخواستم بذارم الان یک کمی وقت اضافی آوردم حالا برم سراغ نفر دوم بازم باید مادر باشه. خب یا رسول الله بعد از مادرم بازم مادره. بعد از اون پدره. پدر و مادری که خداوند میفرماید با قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا، در این احسان 3 رتبهش مال مادره، بعد از اون مال پدر. یعنی اگر پدر 100 مادر 300.
و جالبه در همین آیه که از سوره لقمان شما اشاره فرمودین هم که درباره والدین هست و نیکیمون ها و وصینا الانسان به والدی، الله تعالی میفرماند وصیت کردیم نسبت به والدین، بعد میفرماند حملته امه وهنا علی وهن و حمله و فصاله فی عامین. درباره مادر که میرسه حملش کرده، خود همین دوران هم مشکلات و سختی ها به پشت سر سختی ها و مشکلات بود، تولدش، شیر دادنش، 2 سال شیر دادنش طول کشید. همین ها رو بست میده الله متعال وقتی به مادر میرسه. چرا مادر؟ پدر شخصیت مرده. خداوند متعال در مرد یه ویژگی های خاصی درست کرده. مرد اینه که سایه سرش آسمونه. مرد زیر هر جای آسمون مرده. زن چتر بالای سرش آسمون نیست، مرده. هر زنی نیاز به یک چتری داره که اون باید مرد باشه. این واقعا این طبیعت کلا زن است. اینجور سیستماتیک خداوند اینو این عیب نیست، این طبیعت عیب نیست. اصلا در حق زن این عیب نیست، بلکه این شرفه. به این معنا که خداوند برای هر زنی خادمانی رو گذاشته خدمتشو بکنن. این خادم میتونه پدر باشه، میتونه پسر باشه، میتونه برادر باشه، میتونه همسر باشه. هر یکی، همه اینها وظیفه دارن چتر بالا سر این خانم باشن. یکیشون نبود وظیفه 3 تا دیگه بیشتر میشه، 3 تا نبودن وظیفه یکی 4 برابر میشه. خب حالا این مادر هست، پدر وظیفه رو داره اینو. الان اگر پدر کوتاهی کردی و نبود، توی پسر چی خداوند ازت میخواد؟ حسن صحابت. خب این یه فن و فوتی داره. در این فن و فوتش خدایا چه کار بکنم؟ فلا تقل لهما اف. جالب اینجاست در زبان اگر یک کلمه‌ای ساده تر یا کم تر از اف می بود، حتما همون استفاده میکرد خداوند متعال. هیچ کلمه‌ای پایین تر از اف نیست. اف چی است؟ اف چی است؟ اف چیزیه که ما ناخودآگاه رو همیشه انجام میدیم. اف چی است؟ هوا رو استنشاق کردیم رفت بالا، پایین آوردنش افه. بیرون راندن هوا از جسم اف دیگه. خود به خود کمی اگر صدا بهش بدیم اون میشه اف. همین فلا تقل لهما اف. پس یعنی اف. حالا این اف با کی هست؟ یه افی هست با آقای سلیمانی. آقای سلیمانی افشی هست، گفت که همین لیوان آبو بده من. بفرم. دادم، اما با یک اکراه، یعنی با عدم طیب خاطر. خب آقای سلیمانی رو متوجه نشد. چرا که من این اوف رو دیگه اوف نکردم. نه گفتم چشم، دادم، امر شما رو اجرا کردم، اما یه عدم طیب خاطری بود که شما ندیدی، احساسش هم نکردی. با پدر و مادر اینطور نیست. پدر و مادر اون دو شخصی هستند که گل شما رو سرشتن، شما رو ساختن. پاری از وجود اونها هایی خلاصه کن. امکان نداره شما چیزی تو ذهنت بذاری پدر و مادر نفهمن. همه شما عزیزانی که الان مشاهد هستید براتون اتفاق افتاده، احیانا شما پشت در خونه رو زدید یا تلفن کردید، مادر فهمیده که این پسرمه. برای من بارها پیش اومده، من هر وقت تماس هم میگیرم گهگداری مادر میفرماید که من گفتم پسرم. صدای تلفن که برای همه یه صداست، زنگ خونه برای همه، بدون اصلا دیدن شماره یا مثلا احساس اینکه، یا بعضیا مثلا برای شماره خاصی یک صدای خاصی میذارن، نه اون راه طبیعی و عادی هست. مادر است. مادر یک میگم همینی که من میمونم احیانا که نمیدونم چه بگم که پدر و مادر واقعا از جنس بشرند یا نه. برای خود من اتفاق افتاده که من از خونه 1 سال دور بودم، بعد از 1 سال میخواستم که به اصطلاح جوانی بود، میخواستم پدر و مادر رو غافلگیر کنم. خب
وضع امنیتی هم که وضع واویلا. واویلا بود و اون زمانا رسیدم دم در خونه، مادرم قبل از این که من برسم احساس کرده بود. انی لاجد ریح یوسف لولا انت فن. زنگ زدم گفت که برید که شاید برادرتون باشه. بوی پیراهن همه یوسف افرادی داره. که اونجا بودن گفتم که مادر یه چیزی شده. یعنی چه طرف گمه اصلا. تالله انک لفی ضلالک القدیم. اینو برادر یوسف علیه السلام هم به یعقوب علیه السلام دقیقاً. وقتی که پیراهن حرکت کرد از مصر به سمت یعقوب علیه السلام، یعقوبی که نابیناست حتی بوش رو احساس کرد. اجد ریح یوسف، بوی یوسف داره میاد سمت اون. خودش هم نیامد، پیراهنش داشت میاد و دوریبریان بهش همینه که گفتن آدم میمونه که واقعا پدر و مادر از جنس بشرن یا یه چیز دیگه. حالا فلا تقل لهما اف. یه اف معنوی داریم، یه اف مادی. اف مادیش همینه که افش کردیم. خب این اف یعنی یک کنایه از یک احساس ناخوشایندی است، یعنی کنایه از عصیان نیست، کار رو انجام میدی اما با دلی ناخواسته، با دلی با ناخواسته، اکراه. که این دل ناخواسته در وجود شما ظاهر نیست. باشه مامان، این دیگه حقوق هست، این گناه کبیره است. ببینید وقتی خداوند متعال میگه که و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، پس بزرگترین گناه چی است؟ شرک بالله. دومین گناه بعد از بزرگترین گناه شرک چی است؟ حقوق والدین. بزرگترین گناه. خیلی از گناه ها رو انسان انجام میده. این گناه ها بیشتر در قانون الهی این است که هر انسانی گناه کرد یا خداوند ازش در میگذره یا در روز قیامت، اصل بر این است که در روز قیامت محاسبه میشه. حقوق الوالدین نزد خداوند اینقدر گناه بزرگی هست که 2 تا سزا داره. 2 بار مجازات میشه انسان. یه سزاش تو دنیا، یه سزاش تو آخرت. تو دنیا امکان نداره کسی که عاق والدینش باشه تو دنیا سزاشو نبینه. کسی که نسبت به والدینش رابطه فرزندی رو به نحو احسن اجرا نمیکنه، حق پدر و مادر رو رعایت نمیکنه. حالا ببینید این فن و فوتو، یعنی اینقدر ظرافت هست توش که خداوند متعال میفرماید ولا تقل لهما اف. خب ولا تقل لهما اف یعنی چی؟ یعنی اینی که من در رابطه با پدر و مادرم یک طیب خاطری از خودم نشون بدم که هیچ وقت اونا احساس نکنند که نزد اونا چیزی عزیزتر از نزد من چیزی عزیزتر از اونا هست. یعنی با چنان عشق و علاقه و محبت که این محبت نه تنها در قلب من هست که در ظاهر در سیمای من هم اصلا مشخصه که من واقعا این کار رو با عشق و علاقه و محبت دارم انجام میدم. طرف اومد پیش مجاهد، یکی از بزرگترین تابعیان، شاگرد ابن عباس، بله. اومد گفت که من نماز میخونم، نماز نفلمو میخونم، در نیمه های شب نماز میخونم، مادرم صدام میزنه، نمازم رو کامل کنم یا برم پیش لبیک بگم به مادرم؟ گفت نماز تو ول کن، برو پیش مادره. کلام با الله تعالی رو. خیلی حرفه که من رابطم با خدا رو میگم یا ربی من دارم با شما در یک رابطه ای هستم، اما یک عبادتی، یک راهی برای نزدیک شدن به خودت برای من گذاشتی که از این نماز نافله برام مهمتره، میرم از اون رو میام پیشت. عبادت با الله تعالی رو ترک میکنه، نه تلویزیون دیدن. الان نماز میخونه شخص، نه که تلویزیون نگاه کنه یا فوتبال نگاه میکنه یا داره تلفن صحبت میکنه با رفیقش یا نمیدونم مشغول این کار و اون کاره یا مشغول خوردنه یا قرار داره با دوستانش یا با خانمش داره صحبت میکنه یا این عبادت رو رها میکنه، میره به کجا؟ به عبادتی دیگه مهمتر از این. چه بخواد حالا چه برسه که اون کار دیگه اصلا عبادت نباشه. اون دیگه خیلی حرف. نماز رو چرا؟ به خاطر والدین باید ول کرد، نافله رو. ببینید در والدین همیشه یه مشکلی هست، یه موردی هست، اون اینه که پدر و مادر همیشه نگرانن. طبیعت پدر و مادر همیشه اینه که از عشق و محبتی که به فرزند دارن که این فطری هست نگرانند از این که نکنه این فرزند راه به اشتباه بره، نگران ضایع بشه،
مشکلی براش فرزندشون. بیاد پیش بیاد. از یه سوی این نگرانی رو دارن، از سوی دیگه وقتی که پیر شدند و به اصطلاح احساس پا به سن گذاشتن، نگران از این هستند که نکنه کاری بکنند یا حرفی بزنند که جایگاهی که در قلب فرزند دارند این مخدوش بشه، این جایگاه رو از دست بدن. هر پدر و مادری که این نگرانی دوم رو داشتن، اون فرزند باید بدونه که اون عاقل پدر و مادره. وضعش خیلی به هم ریخته است. وضعش خیلی به هم ریخته است که پدر و مادر من از این که مبادا حرفی رو بزنند یا چیزی رو بخوان که این باعث بشه که من از اونها دلگیر بشم، اون جایگاهی که در من، اون عزت و احترامی که در من دارن اون کمرنگ بشه. اگر همچون احساسی در پدر و مادر به وجود آمد یا بود، باید فرزند بدونه که خیلی در خطره. اینجاست که وقتی که به پدر و مادرم میگم بیاید خونه ما، دیگه میگن نه جای ما خوب است، ما اینجا راحت تریم، مهمون میاد میره، مردم میان دید و بازدید فلان و از این حرفا. پس اینه که این پدر مادر نگرانن که نکنه من بریم خونه فرزندمون، پیش فرزندمون باشیم، این باعث بشه که احساس کنند ما سربارشونیم. فن و فوتی که اینجا هست اینه که باید در هر حالی به پدر و مادر و به خصوص مادر برسونی، این احساس رو بدی که همیشه محتاج اون هستی، وجود اون باعث عزت و شرافت و مکانت و جایگاه تو هست. همیشه به مادرت این احساس رو بدی، به پدرت این احساس رو بدی. مادر یه ضربه بسیار چند تا ضربه تو زندگیش میخوره. اولین ضربه‌ای که مادر میخونه وقتیه که پسرش رو داماد میکنه. دامادش که کرد، عروس میاد تو خونه. مادری که بچهش رو داماد کرد، این مادر یعنی چی؟ یعنی اینی که خنجر گرفت. اولا از بس که پسرش رو دوست داره میخواد سعادتش رو ببینه. بله. ببینید یک تناقضاتی رو مادر در خودش هضم میکنه که هیچ انسانی نه، هیچ کوهی نمیتونه اینو برداشت کنه. مادر میخواد بچه شاد باشه، داماد بشه، خوشبخت بشه. قیمت این دامادی چی هست برای مادر؟ خنجر بگیره، سینه‌شو رو چاک کنه، قلبشو با در بیاره، یک قسمت از قلبشو ورداره بده دست یک دختر ناشناس، یه دختر دیگه. خیلی حرف، خیلی سخته. خب در اون شبی که به اصطلاح پسرشو میده دست دختره، مادر در ظاهر میخنده، شاد هست. خب این شادی برای پسر هست. در حقیقت اگر بری قلب مادر رو ببینی، این قلب خون هست که من دارم پسرم رو میدم. یعنی چی؟ ببینید مادر احساس میکنه که یه هوو اومد براش، یه کسی اومد که فرزندش رو ازش بگیره. خب اینجا دیگه فنه که کار میده، هنر اینجاست. برای مادر یا برای فرزند؟ برای فرزند. باید فرزند به مادرش برسونه، نه اینکه بگه. با گفتنش، با حرکتش، با ببین در فن و فوت تعامل با پدر و مادر هم زبان هست، هم گفتار هست، هم کردار هست، هم احساس هست. احساس یعنی چی؟ ببین خداوند متعال میفرماید فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. این در رفتاره. خب ولا تنهرهما، این در کرداره که هیچ حرکتی نکن. که بعد از اون چی؟ پشت سرشون که رفتی و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. این احساسه که نه در کنارشون، در کنارشون خب گفتارم 20، کردارم 20، اما حتی در احساسم که این احساسم در غیبت اونهاست، در جای دیگه با خودم تنهاییام، حتی اینت هم باید تابع اون عشق باشه. خب باید به مادرت با احساس، با حرکت، با رفتار برسونی که این ازدواج رو کردی برای اون.
و بعد از این ازدواج جایگاه مادر در قلب تو 200 چندان میشه. چیکار میتونه بکنه پسر الان که ازدواج کرده و الان خصوص وقتی که پسر جدا میشه، یعنی تو یک فضای جدید زندگی میکنه، تا این احساس رو در وجود مادر به وجود بیاره در کنار حفظ همسرش؟ و غالبا هم به هر حال مادر که این احساس رو حق داره که داشته باشه که فرزندش رو که بزرگ کرده و پاره تنش بوده، در شکم خودش حمل کرده بوده، این رو الان میسپره دست یک زن دیگه. و خب از طرف دیگه باز عروس هم حق داره. خب زن بالاخره اون زن هم با امید این مرد از پدر مادر خودش در کنده و اومده و اونجا اون مادری بود که باز این دخترش رو با امید این پسر بهش داد. الان این پسر چیکار باید بکنه؟ چطور میتونه جمع کنه بین اینها و اون مادر هم با اون احساسی که داره هم مادر رو حفظ بکنه، اون عشق و عاطفه و محبت مادر رو، و هم همسر رو بتونه که نگه داره؟ یک قضیه ای هست که خیلی جالبه. وقتی که در تعالیم دینی ما نگاه میکنیم، بزرگترین حق رو بر مرد کی داره؟ بر شوهر. بر شوهر بزرگترین حق رو همسرش، مادر در خدمت همسر. در حق خود شوهر بزرگترین حقی که بر گردنش هست مادر است بدون شک. من بزرگترین حقی که بر زن هست کی داره؟ شوهرش. شوهر. این یعنی چی؟ یعنی اینجا یه معادله است. یه معادله است که این دوتا زن و شوهر، یه فن و فوتایی هست که این دوتا زن و شوهر باید داشته باشن تا همه را حفظ کنن. الان یک مرد با 2 زن، یکی همسرش یکی مادرش. اولا در حق مرد اینه که این دوتا زن رو هیچ وقت نباید در یه ترازو بذاره. یعنی چی؟ یعنی این دوتا زن از یه جنس نیستن که من بیام اینا رو مقایسه کنم. این مادره، این همسر، این همسره. و اینجا یه حق که به اصطلاح معادله تکاملی هست. با همسر عشق و عاطفه، با مادر بر و احسان. بر و احسان یه معانی داره فراتر از عشق. یه معانی داره یعنی من مال تو ام، همسرم هم مال توه، بچه هم مال تو ام، ما حامیان تو هستیم. برای مادر خیلی خطرناکه. چی؟ اینی که وقتی که احساس کنه مثلا مادری که شوهرش رو از دست داد، این مادر سایبان نداره. فراق همسر خیلی سخته. فراق خب. پدر برای مادر از همه سنگین تره. اینجا کی هست که نقش بزرگ رو گردنش هست؟ پسر. حالا برادرها کمرنگ میشن، شوهر که رفت، خب اینجا فقط پسره. حالا این پسر، مادر یه چیزی که براش خیلی مهم هست، حمایت هست، سایبون هست. این پسر باید به مادر برسونه که من تا دیروز که ازدواج نکرده بودم یه سایبون بودم، الان منم هستم، همسرم هست، بچه هم هست، همه فدای تو. این رو باید بهش برسونه و بهش برسونه با حرفش، با کردارش، با رفتارش، با احساسش، و برسونه که وجود تو مایه سعادت ماست. نگرانی تو، ناراحتی تو باعث شقاوت و بدبختی ماست. میشه که من بمیرم، میشه که بچه‌هامو از دست بدم، میشه که همسرمو از دست بدم، اما امکان نداره از حق توی مادر یه لحظه پایین تر بیام. این باید تا چی؟ تا اون نگرانی که در مادر هست که نکنه که یه اتفاقی بیفته که بچم یا جایگاه من در دل بچم کم رنگ بشه، این اصلا کم بیاد یا از دست بدم این جایگاه رو. وقتی که پدر میره در خانه‌ای که در اونجا چند تا داماد هست، چند تا عروس هست، دخترها هستن، پسرها هستن، یه اتفاق عجیب به وجود میاد. چی؟ یه حساسیت‌های جدیدی به وجود میاد برای مادر، برای کل افراد خانواده. فرماندهی دست کیست؟ غالباً پسر بزرگتر. پدر بود؟ اول پدر بود. الان در فراق پدر اون چیزی که ما الان میبینیم حداقل، یعنی احساس میشه که برادر بزرگتر دیگه الان جای پدر رو میگیره. خب حالا برادر بزرگتر دادیم فرماندهی رو به برادر بزرگتر. برادر بزرگتر مهمترین شخصیت در اون در جوارش مادر است. پس در حقیقت
فرماندهی شد مال برادر بزرگتر و مادر. خب مادر خب دختراشو بیشتر دوست داره. این دید کی هست؟ دید عروس خانم. یعنی عروس فکر میکنه که مادر دخترها رو بیشتر میخواد. عروس فکر میکنه که من در این خانواده به حاشیه رفتم. چرا؟ چون که اون در این فامیل، در این خانواده پدری بود. پدر هیبت خودش رو داره. حالا چرا این پدری شخصیت قوی داشته باشه که این هیبتش رو به نمایش بذاره یا نذاره؟ اما خود هم وجودش سنگ وزنه سنگین نیست در فضای خانواده. در وجود پدر عادتاً عروسا راحتن. چرا؟ چون اگر یه موردی پیش بیاد پدر هست، یک کسی هست که کنترل کنه. حالا پدر نیست. جای خالیش رو مادر گرفته. یعنی چی؟ یعنی دخترها اومدن تو خط. یعنی حکومت دختر است. این احساس به وجود میاد. طبیعتاً این به وجود میاد. این تو دل عروس به وجود میاد. یه نوع حسادتایی به وجود میاد. خب شاید در عمل هم به هر حال داره میبینه که شوهرش هم شاید الان دیگه چون وظیفه‌اش سنگین تر شده و داره بیشتر نقش پدر رو اجرا میکنه و نقش پدر یعنی که یک بخشی از زندگیش رو بعد فدای مادر و خواهرها بکنه. طبیعتاً این احساس به وجود میاد. حالا این احساس به وجود این حق رو نداره عروس؟ آره این حق رو داره یا نه؟ میگم نداره. برای چی نداره؟ چرا؟ ببینید اینجا ما یه مادری داریم که از جنس دیگه هست. اینی که فرمانده این کنترل این خانواده بعد از پدر به اصطلاح حق کیست؟ حق مادره. وظیفه کیست؟ وظیفه برادر بزرگتر وظیفهش اینه که یک قسمتی از وظیفه پدر که بود اون رو به دست بگیره. حالا برادر بزرگتر همیشه نیست. برادری که نزدیکتر هست در این فامیل، برادری که وجود داره، برادری که فعالتر هست، برادری که شخصیتش قوی‌تر هست، این برادر میاد چیکار میکنه؟ باید با یک فن و فوتش به همه برسونه که اون حمایت که بود برای از جانب پدر اون وظیفه منه، من اینو انجام میدم. در قبال اون حمایت خواهرام، عروسام، دامادام همون حق رو دارن، همون مکانت رو دارن که پیش بابا داشتن. جایگاه همه محفوظ. خب اما حق این فرماندهی از کی هست؟ از مادره. به این معنا که همه باید نگاه کنند که این مادره. با رقابت با مادر این حماقت است که من بیام با مادر فامیل رقابت کنم که جای به اصطلاح جایگاهی که مادر در قلب بچه‌ها داره اون رو بگیرم. این حماقت به این معناست که نمیدونم کجا دارم توپ شوت میکنم. بابا من تو به حساب خارج از میدانم. به این معنا که جناب فضایی که من حرکت میکنم یه فضای دیگه است. من میتونم با عروسای دیگه رقابت کنم در به دست آوردن قلب مادر، در به دست آوردن قلب به اصطلاح خواهر به اصطلاح شوهرم و اینا. اما در رقابت با مادر اصلا داخل شدن در این میدان خسارتش، بازنده اول آخرش مش خودمم، خسارت دنیا و آخرت. خب اینجا فن و فوتش که برای همسر چیه؟ برای داماد اینجا وظیفه داره که باید چیکار کنه؟ پسر وظیفه داره که چیکار کنه؟ بر مادر به جا بیاره. از بر مادر هست که پسر با همسرش عشق بورزه، اینقدر همسرش رو دوست داشته باشه و بهش برسونه که این همسر هر چه که شوهرش دوست داره رو دوست داشته باشه. ببینید ما تو محیط خودمون گربه چقدر زیاده؟ فراوان. همین که گربه اومد پیش از خونه میزنیمش بیرون. اما همسایه‌مون که خیلی عزیزه یه گربه داره. این گربه خیلی زشت هم هست، اما چون که همسایه پیش ما عزیزه گربهش عزیز میشه دیگه، خواهی نخواهی عزیز میشه. اینه که من باید همسرم رو اینقدر شیفته خودم کنم که همسرم بدون کلید رسیدن به دل من مادرمه. یعنی میفرمایید کنان وظیفه پسر خیلی حیاتیه که طوری
محبت بکنه به همسر که تمام خواسته های پسر یعنی هم شوهرش براش مهم باشه و من جمله مادر و در کنارش بعد جایگاه مادر رو هم طوری مطرح کرده باشه پیش همسرش که همسرش بدونه که مادر خط سرخه برای شوهر. دقیقاً. این رو هم باید گفته باشه دیگه، وگرنه ببینید در همچین خانواده‌ای چی اتفاق میفته؟ خانواده‌ای که الان پدر رفت، اولین خواسته عروس که اصلا نبود، مطرح نبود براش، وضع خانوادگی طوری ایجاب میکرد، وضع فامیلی یا رسم و رسومات یا فرهنگی که بود که ما با هم زندگی کنیم. تا پدر رفت عروس میاد میگه که من میخوام که خونه جدا بگیریم. من میخوام خونه جدا بگیریم یعنی چی؟ یعنی میخوام که جداش کنم از مادر. یعنی من احساس میکنم که اینجا حکومترانی که بود، اون به اصطلاح رتبه هایی که بود به هم ریخته. من در این فضای حکومت جدید میخوام که خودم مال خودم باشم، نمیخوام که مال خواهرت باشم، نمیخوام که مال مادرت باشم. خب احیانا شاید این حق داشته باشه، یعنی شاید طوری باشه که واقعا حق داره. اولا آیا این حق داره؟ نداره. چرا این حق نداره؟ چون که داره ببین خداوند متعال میگه که عندک الکبر، وقتی که تو منو قبول کردی، ازدواج فرد با فرد نیست، ازدواج فامیل با فامیل است. بله. من یه مادر دارم، نمیتونم ازش جدا شم. پس تو باید اصلا بدونی مطرح بشه یا نشه، من میخوام که زندگی جدا داشته باشم، از اول شرط میذارم. خب اما من یه مادری دارم، این جزئی از زندگی منه، این جزئی از زندگی من، روی این اصلا بحثی نیست. خب این مادر رو داشتم قبل از این، اما پدر بود، برادرها بودن، فلان بود، خیالم جمع بود، خلا میتونستم جدا بشم، اما الان ندارم. جدا بودیم، پدر رفت، مادر. الان ما چیکار میکنیم؟ این زندگیمون مال مادرمون میشه، ما این که پیش مادریم، ما مهمونمونیم. هرچه اگر خونه به اسم من باشه، به اسم همسرم باشه، ما کلا مال مادریم. اینجاست که رقابت با مادر خط سرخ باید باشه برای عروسا، بدونن این رو. یه سلسله مراتبی ما داریم در جامعهمون، در ریتم اجتماعیمون. در این سلسله مراتب ما بزرگ کوچیک داریم. بزرگ کوچیک مال ما فرزندان هست، مال ما عروسا هست، مال ما دختراست. یعنی خواهر بزرگتره، قدمش رو چشم، این عروس از همه عروسا بزرگتره، ما این رو مراعات میکنیم. داماد اوله مراعات میکنیم، بزرگتره، سنن بزرگتره، داماد آخره اما از همه به اصطلاح سنش بیشتره، مراعات میکنیم. مادره یا پدره، این دیگه توی این سیستم نمیاد. اینجا دیگه بزرگ کوچیکی نیست، اینجا مادر پدری است. برای همین نمیگی مادر از همه بزرگتره، میگی مادر است. حالا تصور کنی مادر عمرش از عروس کمتر هم باشه اما مادر است. خب یعنی مثلا ما رفتیم، من و آقای سلیمانی رفتیم یه جای خواستگاری، من دختره رو گرفتم. شما تنها رفتید؟ آقای سلیمانی مادره رو گرفت که از همه شما با کسی دیگه تنها رفتید، منو تو برتن اندازید، منو مشکل ساز نشید برای من. اینجا خط مادر است. برای همین ما میگیم مادر است، عنوان دیگه براش برنامه نمیتونیم بزنیم. اینه که عروسا باید این رو درک کنن. بله. که وقتی که مثلا این پدر رفت، الان ما با یک فضای جدیدی این واقعیت رو باید بپذیریم دیگه. یعنی درسته که شرایط الان شاید مشکلات و سختی ها نسبت به قبل بیشتر شده باشه. مصدر این سختی ها کجاست؟ مصدر این سختی ها عروس خانم، ببخشید خود شما هستی. چی؟ دید خودشون یعنی؟ اولا دیدش اشتباهه. دوما خب حکومت عوض شد. اتفاقی افتاد. من با این وضع چطور بسازم؟ من باید به جای این که با مادر رقابت کنم چیکار کنم؟ با خودم رقابت کنم. در چی؟ در شکار شوهر. یعنی اونقدر خودم رو به شوهرم عزیز کنم، نزدیک کنم که شوهرم شیفته من بشه. یعنی این هدف از این رقابت چیه؟ یعنی جدا کردن شوهر از مادره یا نه؟
بستن بعضی وقتا این رقابت به نیت پر کردن جای مادر هستن. گلاده ای روی شوهرم بندازم، یه تنابی روی شوهرم بندازم رو گردنش که اون تناب دست مادر باشه. اگر این کارو کردم، من متوجه نشدم موضوع. شما میفهمی شوهر از یک طرف داره همسر عروس داره پسر رو به دست بیاره، شوهرش رو چطور به دست میاره؟ و اونم به شکلی که این رو اختیارش بده دست مادر. چطور جمع میشین دوتا؟ یعنی اینی که عروس باید بدونه که من با مادر رقابت نمی کنم. من نمیخوام جایشون رو پر کنم. خب حالا که نمیخوام با این نمیتونم اصلا. یه عروسی میاد، اونایی که بسیار عقلشون کمه، میگه که من کاری کردم که به من میرسه و فلان میکنه، به مادرش نمیرسه. این آنی هست. یعنی چی آنی هست؟ یعنی اینی که این آقا یکم خله، ندونسته که جایگاه مادر چیه، اومده دنبال زن و خواسته های زنش رو نمیدونم فلان، و بعضیا میرن جادو و جنبل میکنند و طلسم میکنند و شوهر رو شکار میکنند و فلان. بعدش 1 سال 2 سال آقا گیریم رفت، مادر که وفات کرد، اولین کاری که میشه این شوهر از این زن متنفر میشه به طوری که چش دیدن این رو نخواهد داشت. اون موقع دیگه همین تقصیرات رو شاید یعنی یه وقتی از که آدم گیج میشه، سنگی میخوره به سرش، گیج میشه، حرکتایی انجام میده، اما بعدش چی؟ سرعقل میاد. سرعقل میاد. اینجاست که نباید هم عروس هیچ وقت در این خط قرمز بره و بدونه که اگر میخوام شوهرم رو به دست بیارم راهش مادره و بدونه اگر من سعادت دنیا رو میخوام یا سعادت آخرتم رو یا خوشبختی بچه هام رو، راهش همین مادره. و بدونم هم اگر شوهرم به مادرش نرسید، خب حالا این به خاطر من بود یا اصلا شوهر مشکل داشت، این درک و شعور رو نداشت و من هم این درک و شعور رو توش به وجود نآوردم، منم بیخیال گذاشتم خودم، منم احساس کردم به نفع من. باید بدونم که من تیشه به ریشه خودم زدم. چرا؟ این پسر به این مادری که حملت وهنا علی وهن، این رو بزرگ کرد، گلش رو سرشت، این رو آورد به این پاره تنش بود، این همه بهش محبت داشت، به این مادر خیانت کرد. آیا به من وفا خواهد کرد؟ خیلی مشکل. امکان نداره، مشکل نه، امکان نداره، مستحیل هست. فردا من همسر، من زن اومدم پیر شدم، فرسوده شدم، بیماری برا من به وجود اومد فلان، با یه اردنگی منو میندازه توش اشغالدانی. این تو آشغالدانی افتادن سزای چی هست؟ سزای اینه که من نیومدم به شوهرم برسونم که مادرت، حقش برات مهم. عروس باید یک اهرم قوی باشه برای سوق دادن شوهرش برای خدمت به مادر، نه به خاطر مادر، میگم به خاطر خودت عروس خانم. در حقیقت هر چقدر رابطه بین فرزند و مادرش رو پررنگ‌تر کنه، فضای صمیمیت و محبت شوهرش که فرزند هست با خودش رو پررنگ‌تر و پررنگ‌تر کرد. جزاکم الله خیر. اجازه بدید جناب دکتر میان برنامه کوتاه ببینیم، با بینندگان عزیز و شما برمیگردیم. همچنان با شما عزیزان خواهیم بود با ادامه موضوع مادر است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
و الله را پرستش کنید و چیزی را با او شریک نگردانید و به پدر و مادر نیکی نمایید و به خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و همسایه‌ای که خویشاوند است و به همسایه بیگانه و یار همنشین و مسافر در راه مانده و کنیزان و غلامان نیز نیکی نمایید. بیگمان الله هیچ متکبر خودستایی را دوست ندارد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران، همچنان با شما هستیم با موضوع مادر است. بیننده عزیزی از تاجیکستان برامون یک 2 بیتی فرستادن با همین مطلع موضوع برنامه. مادر است، مادر جان و جگر است، عشق بزرگی به بزرگی دنیا، اما عشق مادر چیزی دیگر است. ماشاءالله به ذوق این بیننده گرامی و اینکه به هر حال لطف کردن و این همراهی کردن ما رو با این شعرشون، سرودشون درباره مادر است. همچنان این موضوع رو با شما ادامه خواهیم داد. جناب دکتر، از وظیفه فرزند پسر گفتید و خانمش به عنوان عروس این خانواده در خانه‌ای که مادر در فراق پدر علی خصوص هست و وظیفه‌شون. حالا دختر این خونه به عنوان یکی از، حالا دختر هم خب نسبت مادری وظیفه‌ای داره و مخصوصا که شما اشاره کردید که مادر باز بعد از وفات در خصوص پدر طرفدار دخترها شاید بیشتر باشه از دید عروس حداقل. حالا دختری که ازدواج کرده، الان دامادم در این خونه هست. الان وظیفه دختر در تعامل با مادر از یک طرف و اینکه حق مادر رو باید ادا بکنه، از یک طرف دیگری همسری داره که شما اشاره فرمودید. خب به هر حال الان بیشترین وظیفه دختر به نظر میاد که باید قبال شوهرش باشه به عنوان داماد. الان دختر باید چی کار بکنه؟ شوهر یا مادر؟ حالا پسر تا حدودی ساده تر بود این معادله، چون پسر حالا حق مادر برش بیشتره و خانم بیشتر حالا به فکر شوهر تا شوهر به فکر خانم. الان دختر این خونه بیشتر به فکر شوهر باشه یا مادر؟ الان دختر چیکار کنه؟ دختری که مادر داره و شوهر داره. ببینید همیشه چون که خداوند متعال به زن یه قدرت‌هایی داده که به مرد نداده، یه توانمندی‌های زن داره، شخصیت زن اینطوری است، یه قدرت‌هایی داره که مرد در مقابل اون قدرت‌ها عاجز هست. هیچ مردی رو توصیه نمی‌کنم که سعی کنه نقش یه خانمی رو بازی کنه، امکان نداره. حقیقتا مشکله. مادره مثلا، مثال خیلی ساده، همه اعضای خانه مریض شدن، سرما خوردن، افتادن، همشون. پدره افتاده، هیچ تکون نمیخوره، بچه ها سرفه، اونا. مادره سرفه میکنه، تیمارداری همه اینا رو میکنه، پرستار همه هست، غذا هم میپزه، خونه رو هم میچرخونه، نمیدونم بچه رو آماده میکنه، هم زن هم خواهر یک مجموعه دیگه است، یعنی همین نقشه خودش رو ادا میکنه. برای اینه در فرهنگ مصریا
وقتی که پدر وفات کرد میگن اشکال نداره، مادر هست هنوز، مادر هست. اما وقتی مادر وفات کرد یعنی یتیم شد خانواده. خانواده رو میگن یتیم. در فرهنگ پاکستانی ها یه چیز دیگه هم هست. پدر که وفات کرد بچه ها رو میگن یتیم، مادر که وفات کرد بچه ها رو میگن مسکین. عجیبه. خب اینه که وظیفه عروس خیلی سخت‌تره. خب چرا؟ وظیفه دختر خونه. دختر خونه حالا عروس شد، خب مادری هم داره. بله، حالا یه جایی عروسی خونه است و دختری خونه دیگه. یه اشتباهی که بعضی از عروس خانما دارن، دختر خانما فکر میکنن که شوهرشون اونقدر که اونا رو دوست داره مادرشون رو هم دوست داره. به همه یه حقیقت تلخو بگم، همون قدر که شوهر تو رو در ظاهر دوست داره در ابتدای زندگی به همون اندازه از مادرت متنفره. نشد، نفهمیدم، یه بار دیگه. اینجا رقابت هست. طرف میاد زن میگیره، خب وقتی زن میگیره احساس میکنه، احساس شعوری است که این زن دختر فلان خانم هست، بله این زن به اون خانم عشق میورزه، محبت داره. درسته. الان من این رو گرفتم، یه رقابتی هست اینجا، کسی دیگه رو زنم دوست داره، اون نمیخواد کسی دیگه رو دوست داشته باشه. این مرد نمیخواد که زنش که مادرش رو دوست داشته باشه. طبیعی است، این طبیعی است، یه نوع خواسته است. شاید بعضی جا نباشه، همه جا اینطوری پیش میاد. چرا؟ چون مرد هیچ وقت نمیخواد که زنش کسی دیگر رو دوست داشته باشه، حتی اون اگر پدر یا مادرش باشه. واسه همین خداوند از ما نخواست پدر مادرمون دوست داشته باشیم، از ما خواست که برشون رو به جا بیاریم. حالا فن و فوت چی هست؟ نقش زن اینجا چی هست؟ خب دقیقاً اینی که یعنی شما میخواد بفرمایید که مرد، داماد دیگه مرد بگیم کنه، مرد غالبا نمیخواد که شما خانومش مادرش رو بیشتر از شوهرش دوست داشته باشه. طبیعی است. واسه همینه که دین وقتی قانون میذاره میگه که بیشترین حق و بر زن شوهرش داره نه مادرش. اینجاست که فن کار میده. وقتی میگیم هر چیزی فنی داره، هنری میخواد، اینجاست دیگه. یعنی دقیقاً مثال ساده تر، در چشم به اصطلاح شوهر مادر و به اصطلاح همسرش مثل دو تا هوو هستن. همون مادر زن و داماد، همون خب حکایت. این مقوله که شما میگید تو جامعه، حالا مقوله تو جامعه ما هست، حالا راست و غلطش به جای خود، که غالبا میگن که رابطه مادر زن و داماد خوب نیست. رقابت میخواد شما اینجا. اینو موافقید با این مقوله؟ نیست که نباید باشه. اینی که از یکی از سیمای جاهلیت هست در یعنی جامعه. این چیز خوبی نیست. این اصلا نه در که ذاتش خوب نیست. رابطه خیلی خوب. چیز بدی هست، خیلی چیز زشتی هست، خیلی گناه هست. بله. خب الان چی کار باید بکنه این دختر خانم؟ اول اینه که باید بدونه شوهرش به همون اندازه‌ای که اون رو دوست داره به همون اندازه مادرش رو دوست نداره. نه، الان من محبتی چه که به این کار داره به کنم؟ مادرش نداره طبیعتاً دیگه. چرا که احساس میکنه که این مادرش داره با اون رقابت میکنه. باید من بیام یه فضایی به وجود بیارم که این احساس در شوهر کم بشه. شوهر از بین بره و این احساس مبدل به یک احساس برعکس بشه. یعنی به جای اینکه اون خدای نکنه اگر نسبت به مادر زن رابطه خوبی نداره، بیشتر مادر زن رو هم رابطه خوبی داشته باشه و مادرش دیگه شرعاً هم اصلا محرم میشه. مادر زن و مادر شوهر اینها مادرن. محرمن، رسما محرمن، یعنی که تا قیامت حق ازدواج با اینا نداره طرف. یعنی چی حق ازدواج نداره محرمه؟ یعنی اینکه مادره دیگه. مادر شد دیگه، خلاص به مجرد عقد ازدواج محرم میشه. خب الان باید زن چی کار بکنه؟ زن باید برای شوهرش این احساس رو بده که در محبت و عشقی که به شوهر داره هیچ کسی با اون رقابت نمیکنه. چطوری این احساس رو بده بشه؟ مثلا این زن باید از مادرش جویای حال بشه یا نشه؟ طبیعتا باید بهش بر بکنه که حق الهی است یا نه؟ باید مادرشه دیگه. همونجوری که پسر نسبت مادر حق داره، دخترم نسبت مادر خودش بالاخره وظیفه‌ای داره.
اولین به اصطلاح هنر اینه که همه این بر و همه این محبت وقتی باشه که شوهر نیست. یعنی در حضور شوهر نیاد قربون در صدقه حضور مادرش شوهر کنه. یعنی رقابت، یعنی اینی که مادرم جای تو رو گرفته. شوهر احساس میکنه که کسی هست که داره باش رقابت میکنه در عشق همسرش. درسته. اینجاست که ما چی به اصطلاح من میخوام به مادرم تلفن کنم، تلفن میکنم وقتی شوهرم سر کاره. فرصت زیادی داره برای این کار. میخوام دیدن پدر و مادرم برم وقتی میرم که شوهرم خونه نیست. شوهرم خونه نیست و شوهرم احساس نمیکنه که من دارم حق اون رو میگیرم به کسی دیگه میدم. خب این یه هنرش هست. یه هنر دیگهش اونقدر شوهرم رو شیفته خودم بکنم، اونقدر شوهرم رو شیفته خودم بکنم که شوهرم بخواد منو همیشه راضی کنه و به جای این که من بگم بریم خونه مادرم، شوهرم بگه بریم خونه مامان. شوهرم بهم بگه که به مادرت چرا زنگ نزدی، به خاطر این کار میخواد دل من خانم رو به دست بیاره. به خاطر اینکه من اون کاری کردم. الان پس چی میگیم؟ همون حرفی که اونجا زدیم. خانم ها از وظایف شما در بر پدر و مادرتون اینه که شوهرتون رو به دست بیارید. شوهرتون رو به دست آوردید کمکتون میکنه در چی؟ در بر به پدر و مادر. اون زنی که میاد میگه که ببخشید من مشکل دارم، مشکلت چیه؟ شوهرم نمیذاره که من به پدر و مادرم برسم، نمیذاره که من احوالشون رو بکنم. این راه رو اشتباه رفته. 1 دقیقه وقت داره اینجا. این خانم این مشکلش چی است؟ مشکلش اینجاست که اومده در فضای شوهرش یک رقیب براش درست کرده. فن و فوت شیوه تعامل با شوهرش رو اشتباه رفته، این مشکل براش به وجود اومده. اگر اینجا رو اصلاح کنه، به شوهرش نگه، باش ندیت نداشته باشه، لج نکنه، بگه هر چی شما گفتید رو چشم، شوهرش رو شکار کنه، اون وقتی که دیگه خود شوهر بهش میگه که از پدر و مادرت احوال جویی کن. خیلی ممنونم جناب دکتر، استفاده کردیم. فقط در چند کمتر از 1 دقیقه اگر کسی این تصور ایجاد بشه در وجودش که پدر مادرم یا مادر در خصوص غیبت میکنه، را فرق میذاره بین فرزنداش، اینطور نیست اونطور نیست، آیا میتونه توجیهی باشه برای اینکه در این کوتاهی بکنه در بر و احسان و یا تعاملش با مادرش یک کمی تیره بشه؟ به هیچ عنوان. اگر مادر در شرک هست، کافر است، اهانت بالای تعالی شرک، وظیفته که احسان کنی بهش. حالا چی که مادر گناهکار است، اینجا وظیفت ای که اینه که ادای وظیفه اونقدر بکنی که مادرت شیفتت بشه. مادرت وقتی تو رو دوست داشت شیفتت شد، حرفت رو هم میگیره. اون وقت نیاز نیست که نصیحتش کنی، نیاز هست که از دور غیر مستقیم به مادرت بفهمونی که داره یک کار اشتباهی میکنه، خودش اصلاح میشه. غیبت نمیکنه چون که احساس میکنه که اگر نکرد کار خوب کرد تو رو راضی میکنه، از زشتی دور شد تو رو راضی میکنه. خیلی ممنونم جناب دکتر، تشکر میکنم از شما، استفاده کردیم از صحبت‌های گرانبهای شما و انشالله که در برنامه‌های بعدی هم در استودیو میهمان شما باشیم و استفاده بکنیم از صحبت‌های شما. همچنین تشکر خاص دارم از همه شما عزیزان که تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید. در خلال هفته پیش رو میتونید درباره مطالبی که مطرح میشه در برنامه و برنامه‌های گذشته مطرح شده، نظرات، پیشنهادات، انتقادات و یا سوال‌های خودتون رو از طریق مختلف، راه‌های مختلف، طرق مختلف برامون بفرستید. از طریق صفحه فیسبوک سفره دل یا از طریق واتساپ، تلگرام و از طریق SMS و پیامک و پیامگیر صوتی، راه‌های مختلفی هست و ان شاءالله در برنامه مطرح خواهد شد و پاسخ همه این سوالات شما خواهیم پرداخت. تشکر ویژه از احمد جان کارگردان محترم برنامه، از جاوید جان، از منیر احمد و همچنین محمد جان عزیز که پشت صحنه تلاش میکنن و زحمت میکشن. تا برنامه بعد همه شما خوبان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارش.